سلام دوستان، خسته نباشید. در خدمتتون هستم با یک تحلیل دیگه از بازار کریپتو. همونطور که بهتون گفتم که از دیروز گفتم که به احتمال زیاد بازار یک مدت کوتاهی اینجا بمونه و بیشتر به نفع ما هم هست بمونه. همین اتفاق افتاد و بازار فعلا این تیکه گیر کرده بیت کوین و خیلی خوبه این اتفاق بیفته، باعث میشه که ما یک روند سالمتری برای سعودی داشته باشیم. و اگر بخوایم یه ورود ریسکی داشته باشیم، که البته این موضوع رو بهتون بگم، ورود ریسکی که دارم میگم دیگه هم سخته، هم احتمال استاپ لاس خوردنتون میره بالا. ما از این پایین اینجا یه بار دو بار، حالا بعضی از دوستان این بالا هم تونستن بگیرن، سه بار فرصت بای داشتیم دیگه. اگه دیگه اونا رو نگرفته باشین خب معلومه سخت میشه شرایط. اینجا هم یک ورود هستش که من حقیقتش خودم اینجا ورود نمیزنم، یعنی کلا یک استراتژی هستش که میگه یک قسمتی که قیمت میاد ریجکت میشه، شما میتونید بعد از شکست اون وارد بشین با کف قبلی، ولی من فعلا اینجا این کارو نمیکنم چون بازار خیلی بالاه. ولی میتونید بگیرین دیگه اگر خواستید. برای استاپ لاستون هم دقیقاً همینجا خوبه، اگر اینجا استاپ لاس دارین به هیچ عنوان دست نزنین، بالاتر نیارینش. بخوایم برای دامیننس بهتون بگم، دامیننس بیت کوین فعلا واقعا گیره، یعنی از این رنج هی میاد بالا، بعد باز برمیگرده دوره توی رنج و فعلا هنوز تکلیفش معلوم نیست، خیلی هم من بهش وزن نمیدم. و روند کلیشو بخوام بهتون بگم نزولیه. خب من امروز تحلیل رو سعی کردم خیلی بیشترش رو جلو خود شما تحلیل کنم، برای همینم یه مقدار شاید کنتر پیش بره تحلیل. کل روند کلیش نزولیه و اگر بخوام بهتون بگم که دقیقا تا کجاها داره میاد، تا این قسمت ها بالا آمدنش منطقی میشه، دقیقا 38ش میتونه تا اینجا بالا بیاد و بعد یک ریجکت هایی بخوره که اگر این بالا آمدن با صعود بیت کوین همراه بشه خوبه برای ما، توی قسمت آلت کوین ها برای ما خوبه. ولی اگر این بالا آمده بخواد با ریزش بیت کوین و ریزش بازار همراه بشه، یه خورده برای ما شرایط سخت میکنه که فکر نکنم این اتفاق بیفته و به نظر من حتی همینجا هم خیلی شارپ فعلا نمیتونه بشکنه و توی همین بازه گیر میکنه و به ما یه فرصت ورودی تو آلت کوین ها میده. تتر رو بخوام بهتون بگم، از این قسمت یک ریجکتی خورد. این ریجکت خیلی به ما کمک میکنه، الان بهتون میگم چرا. ولی کلیش بازم نزولیه. شاید شکستن این کف یکم سخت شده باشه براش، ولی کلا نزولی. و این ریجکت به چه دردی برای ما میخوره؟ این ریجکت به ما یه موضوع رو ثابت کرد. چی؟ اینکه شما باید این بایدیه دیگه، واقعا توی شکست این منطقه پوزیشن داشته باشی. یعنی اگر تتر اومد این تیکر اینجوری شکست، شما باید رو بازار بای باشین. میخواین برین توی بیت کوین این ریسکی که اینجا بهتون گفتم رو انجام بدین، یا میخواین جلوتر بهتون تو آلت کوین یکم نقطه ورود میدم اونجا وارد بشین، ولی باید داشته باشین پوزیشن بای. تتر یه بار دو بار سه بار، اینجا تعداد دفعات بیشتر و حتی اینجا یک بار. حالا اینو ما توی استراتژی کلاسیک معمولا به این میگیم جمع کردن نقدینگی به قول معروف سلر نه بایر. اسمارت مانی ها میگن اینجا اومدن بایرها رو زدن، ولی توی کلاسیکا میگن که اینجا به قول معروف سلر ها اومده و نتونسته هیچ کار بکنه، بازار کلا برگشته، یعنی سلر رو جمع کرده بازار. به خاطر همین اگر اتفاقی بخواد این تیکه بیفته، اینجا کار رو راحت میکنه برای ما. به خاطر همین موضوع حتما اینجا داشته باشین، این تیکه حتما پوزیشن بای داشته باشین روی بازار. قسمت توتال ها رو بخوام بهتون بگم، شاخص ها توتال که همچنان سعودیه، وی پترنش رو کامل کرده با یک روند یک مقدار نوسانی، داره به سمت بالا حرکت میکنه و خیلی هم خوب داره میره به سمت بالا. حالا نه نمیشه گفتش که توی یه توی لاین انداختش، ولی داره خوب حرکت میکنه، وی پترنش رو زده و داره میره بالا و این خیلی خوبه. این چون نقدینگی کل بازاره، زمانی که نقدینگی کل بازار داره به سمت بالا حرکت میکنه، برای سعودی شدن خیلی به نفع ماه.
توتال 2 رو بخوام براتون بررسی کنم، توتال 2 هم در سطوح بالایی قرار داره. یه ریجکت دیگه از این منطقه خورد که این ریجکت دوباره به ما فرصت بهتری میده تا ما متوجه بشیم این منطقه خیلی مهمه و با شکست این منطقه روی آلت کوین ها باید پوزیشن داشته باشیم. توجه کنین، یک منطقه خیلی مهم رو تتر داریم، یه منطقه خیلی مهم رو توتال 2 داریم. من پیشنهادم اینه که سعی کنین روی آلت کوین ها یک سری پوزیشن ها پیدا کنین. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون منطقه تتر شکسته بشه و اینجا هم ما بالا بزنیم و بیایم بالا این منطقه، آلت کوین ها خیلی خوب میتونن به ما سود بدن، مخصوصا آلت کوین های بزرگ. اولین آلت کوین بزرگمونم اتریومه. یک استراحتی داره توی روند سودی خودش میکنه که باعث میشه ما نقطه ورود داشته باشیم، ولی هنوز اونقدر جذاب نیستش. هنوز اونقدر برای ورود مجدد من اتریوم جذاب نمیبینم، چون خودم که نگه داشتم پوزیشنشو و اگه بخوایم دوباره ورود بزنیم به اتریوم این تیکه ها میشه. یه لحظه واسه من بکشو نگاه کنم ببینم اینجا یه مقدار بالاتر. تقریبا توی این محدوده شما میتونین وارد بشین توی اتریوم، توی این محدوده اینجا با شکست اینجاها میتونین وارد بشین، ولی ریسکش خیلی بالاه فعلا و استاپ بزرگی هم براتون در میاد. من که خودم از همین پایین کلا اتریوم نگه داشتم و نگه هم میدارم. ولی بی ام بی بخوام بهتون بگم، خب یک نقطه ورود تحلیل قبلی که بهتون داده بودم فعال شده و الان هم میتونین با یه ریسک بیشتری بگیرینش. من اینو گرفتم و نگرش هم میدارم، تقریبا 5% هم استاپ لاسه. بی ام بی فعلا پول خیلی داخل بی ام بی هست. شما اگر حتی از این چارت میترسین، مثلا این چارت رو اینجوری بهتره، شما اگر از این سرعت این چارت میترسین برین تو اکوسیستم بی ام بی یک سری استا رو پیدا کنین که هنوز سعودی نشدن، چون اول پول توی بی ام بی میاد، توی بی ام بی رشد میکنه و بعدش از بی ام بی به راحتی خارج نمیشه، چون کلا بیشترین پول و سرمایه‌ای که توی بازار کریپتو قرار داره تو قسمت دیفایشه، تو قسمت غیر متمرکزشه و اونا راحت از یک اکوسیستم خارج نمیشن. زمانی که بی ام بی میخرن و بی ام بی خیلی بهشون سود میده میرن و بقیه ارزهایی که با بی ام بی تو شبکه بی ام بی قرار دارن و زین مجموعه های بی ام بی هستن با اونا خرید انجام میدن و اصلا یک سری قراردادها میبندن یا فارم میکنن یا یه سری کارا میکنن توی شبکه بی ام بی و پول یک مدتی تو بی ام بی میمونه. به خاطر همین مسئله شما اگر از این چارت میترسین، من که حقیقتش نمیترسم و یه پوزیشن دیگه هم زدم روش و انقدر بهم سود داده، توی تقریبا از اینجا 2-3 بار من تونستم بی ام بی رو بگیرم و اینجا هم با هم گرفتیم، اینجا هم همین الان با هم گرفتیم، ترسی ندارم روش و چون پول توش خوابیده هنوز. اینو گرفتم و فعلا نگهش هم داشتم، یک سود کمی هم داده ولی فعلا دارمش، استاپ لاسش هم عوض نمی‌کنم، همین مدلی هست. فکر کنم امروز اگه یه خورده امروز میتونستین بگیرین و همین الان هم اگر بعدش نگاه کنین به نظر من اینجاها دوباره میتونین رو بی ام وارد بشین. احتمال استاپ لاس خوردنش بیشتره، بله. کلا پوزیشنایی که امروز دارم بهتون نشون میدم احتمال استاپ لاس خوردنش خیلی بیشتر از پوزیشنای دیروزه. ما هر چی داریم جلوتر میریم قیمت داره بالاتر میره و احتمال استاپ لاس خوردن هم بیشتر میشه. اگر اینا هم نگیرین بازار بیاد بالاتر، باز اونا احتمال استاپ لاس خوردنش از پوزیشنای امروز بیشتره. این موضوع رو باید بپذیریم. برای سولانا بخوام بهتون بگم، سولانا هنوز نقطه ورودی که تو تحلیل قبلی داده بودم رو نداده به، هنوز این محدوده رو نشکسته. خیلی مهمه نگاه کنید دوستان، خیلی ها اومدن و میبینین من میگم این محدوده رو بشکنه پوزیشن بزنین، میای زودتر میزنین، محدوده رو نمیشکنه بازار کلی میریزه یا میره تو رنج یا حتی میاد این پایینتر. حواستون باشه دقیقاً همون قسمتی که میگیم باید شکسته بشه. اینجا یک مقاومته که بعد شکست این میتونه سولانا حرکت کنه و لطفاً بالای این پوزیشنتون رو باز کنین، زودتر پوزیشن نزنین، نگین اینجا ارزون تره، نه، بازار باید بیاد بشکنه. تا زمانی که شکست نداده لطفاً پوزیشن الکی نزنین. سولانا الان میتونه بهتون ورود بده، یعنی توی تاپ های بازار سولانا که خیلی هم پول توی سیستمش هست الان هنوز نقطه ورود اون پوزیشن های دیروز رو نداده و میتونه امروز بده بهتون اگر بازار سعودی باشه. بعد دیگه بخوام از دیگه هم بهتون بگم، آواکس هم یک دونه تحلیل بهتون دادم و اینجا یک نقطه ورود ریسکی بود که توی کانال هم گفتم رسیده. بی ام بی حقیقتش یادم رفت بهتون بگم رسیده. آواکس رسیده و فعالش هم کرده، تا نزدیک استاپ لاس اومده ولی نخورده. 29.59 تو ویدیو قبلی هم هست استاپ لاس بودش
که تا نزدیکای اون اومده ولی نخورده و الان روی سر به سره و اینو نمیبندمش. من آواکس رو کلا خیلی دنبالشم. حقیقتش آواکس یک سود خیلی خوب به من داد با شکست این منطقه، با 26.65 تقریبا، شما بگین 70، با 26.70 یک پوزیشن خیلی سودی خوب به من داد. ولی قبلش دوستانی که حالا بیشتر با من در ارتباطن میدونن، قبلش الان یک دونش هنوز اینجا مونده پاک نکردم، قبلش واقعا من اذیت کرد. یعنی یک بار اینجا استاپ لاس خوردم، یک بار اگه اشتباه نکنم اینجا استاپ لاس خوردم و یه بارم اومدم پایینتر زدم، نمیدونم یادم رفته کجای چارت بود، فکر کنم اینجاها بود که اومد یه استاپ لاسی دوباره به من زد توی این قسمت. یعنی قشنگ راحت فکر کنم 3 بار 4 بار توش استاپ لاس خوردم ولی آخر بهم داد. و کلا آواکس این شکلیه. آواکس یک ارزیه که یک مقدار اذیتتون میکنه، سخت بهتون پوزیشن سودده میده ولی اگه بده به آر به آر بالا میده. من کم پیش میاد وین ریت و فدای آر به آر بکنم ولی توی آواکس این کار رو میکنم، چون اگر بره بالا خیلی خوب میره بالا و تارگتی هم که برای آواکس در نهایت دارم یک تارگت عجیب غریبیه دیگه، اینجاه. من چون توی بولران قبلی که تازه شروع به کار کرده بودم آواکسمو اینجا فروختم و فکر میکنم تا اینجاها بتونه بیاد، مخصوصا اگه این تیکر رو بشکنه، شارپ بشکنه، راحت میتونه بیاد. برای همین موضوع آواکس رو بهش امیدوارم. یک مقدار اذیت میکنه، استاپ لاس میزنه ولی اگه تحمل کنیم استاپ لاس رو شد سود خوب بهمون میده. دیگه اگه بخوام چیزی براتون تحلیل کنم، یک نگاه به بهتون میگم پیر بیت کوین. الان نگاه کنین اتریوم به بیت کوین، این میشه پیر بیت کوین. الان اتریوم رو براتون بخوام تحلیل کنم توی یک به پیر بیت کوین، البته توی یک تقریبا باکس اینجوری گیر کرده و اینو بشکنه به سمت بالا خیلی اتفاقات خوبی براش میفته. و نکته‌ای هم بهتون بگم، با وجود اینکه بازار ریزشی شده و یه سری شرایط سخت برای بازار وجود اومده، تونسته خودش رو اینجا حفظ کنه و این یه نکته مثبت برای اتریوم. کلا من روی اتریوم خیلی مثبتم، مخصوصا بلند مدت. شما میتونین اگر روی چارت خود اتریوم نقطه ورود مناسب پیدا نکردین، مثل الان من که خیلی این جالب نیستش این نقطه وروده، از اینجا میتونین تاییدیه ورود بهتر بگیرین. شاید قیمت یکم بالاتر از نقطه ورودای دیگه بیاد ولی ورود مطمئن تری دارین. دیگه اگه بخوام چیزی براتون تحلیل کنم، آدرز هم هستش. شاخص آدرز نشون میده که بجز 10 تا برتر بازار، یعنی بقیه کوین ها، اگر دقت کنین هنوز نتونسته اونجوری که باید سعودی بشه. یعنی من ازش توقع داشتم بیاد این تیکر رو اینجا بشکنه و سعودی بشه، نتونست. بعد گفتم میاد این تیکر رو کاور میکنه که کردم و میاد سعودی میشه، بازم نتونست. به خاطر همین موضوع فعلا از 10 تا اول بازار به نظر من خارج نشین، مگر برای نوسانای خیلی خاص یا اینکه خیلی دقیق رفته باشین بررسی کرده باشین و دیده باشین که مثلا ارزی مثل آواکس یا حالا ارزهای خیلی کوچیکی هستن که شاید کم، شاید 5-6 دونه که اونا تونستن اکوسیستمشون تونسته سرمایه جذب کنه و سعودی میشن. به جز اونا فعلا بقیه ارزهای بازار خیلی هایپ نیستن و بیشتر ارزهای بزرگ دارن حرکت میکنن. قانونش هم همین هستن، اول بیت کوین حرکت میکنه، بعد ارزهای بزرگتر حرکت میکنن و بعد پول سرازیر میشه توی بقیه ارزهای کوچیک. قرار نیستش کوچیک‌ها همون اول با بیت کوین کلی برن بالا. سولانا هم چارتش واقعا امیدوار کننده است. روزانه‌اش آوردم ببینین که داره واقعا رو روند سودی خودش میره. این پوزیشن سولانا رو از دست ندید. من اگه بخوام بهتون یک پوزیشن پیشنهاد بدم که برای شرایط شکست تتر و توتال دو داشته باشین، سولاناه. برای شکست این دوتا تیکه من بهتون سولانا رو پیشنهاد میدم اول، بعدش آواکس رو پیشنهاد میدم. اتریوم هم که کلا حتی اگر نمیخواین این مدلی، این سبکی که من دارم بهتون توضیح میدم پوزیشن بزنین، سعی کنین DCA کنین اتریومو، یعنی کوچیک کوچیک اتریومو بخرین و نگه دارین. حداقل تا 1 سال دیگه خوب میتونه سود بده اتریوم. دیگه همین دیگه. سعی میکنم براتون تحلیل ارزهای بیشتر بازارم بذارم. حقیقتش الان چون دوشنبه شده و بازار یک چارتی ساخته میتونم دیگه براتون تحلیل کنم. به احتمال زیاد بعد از این تحلیل برم سراغ اینکه 10 تا اول بازار رو حسابی تحلیل کنم تا بتونم یه ویدیو تحلیل از اون 10 تا براتون داشته باشم تا از فرصت شکست این منطقه تتر و این توتال دو و حتی فرصت رنج زدن بیت کوین توی هایپ جا نمونیم.
یک تحلیل فارکسی هم به احتمال زیاد براتون تا شب میذارم اگه دوست داشتین اونم نگاه کنین. مخصوصا قسمت اونس جهانیش خیلی بهتون کمک میکنه. من حالا اینجا نمیارم تو این تحلیل دیگه چون نمیخوام تایم زیاد طولانی بشه، ولی اونس جهانی هم حتما پیگیریش رو انجام بدین. توی بازار ایران و طلا ایران خیلی میتونه بهتون کمک کنه و حتی خود اونس جهانی هم برای یک سری خریدها خیلی میتونه سودده باشه براتون، چون یک روند سودی خیلی خوبی داره که همینجور سودی مونده. یعنی واقعا جذابه برای سود گرفتن اونس جهانی. ممنونم از نگاهتون، امیدوارم که بتونین سودده باشین از این تحلیل‌ها. با تشکر.